दिल को तोड़े दिल का सुकून भी तो रूप मेरी ले ले पर मेरा रूप भी तो आग से खेले करे सा क्यों है तो देखो जहाँ भी देखी बस तो ही तो देखी बस तो ही तो و پدرجانم وقتی که سرودهای هندی میخواندن یک وقت میروم با دانشگاه ملی برای همون سرود ترجمه کردن و بعد همون خیلی نزد استاد میگن روم که مادر من 6 درس دانشجو هم خیلی بعد استاد میگن که همین دانشجوی من بسیار سوادی بلند دارد میتونید همین کس مراجعت کنید همین کس شما را یاردم میکنن بعد همین خیلی مادرم شعراشون مینویسن کمک میکنن که هم خیلی پدرم مادرم دیگر رو معقول میکنن توسط شعریابی و ترجمه ولی عاشق میشم هم خیلی بعد از خوردی مادر جانم با همروی ما حرف میزدن بعد میتونسته پیار شد بعد پیار میار عشق از همون عشق هندیان آغاز کرده و پدرم در وقتی خوردیشون در کلو بودن قرار وقتی که به دنیا آمدن بعدن پدرشون اون وقت سابق چی میگن کارمندی میلیسه بودن هر جا میکوچاندن یعنی که دودن قرار کلو و شهر دوشنبه من با مرا یک احساس غمگینی فرا گرفت از طرف پدرجانم یک خواهرکشون در قید حیات هستن اصلا چند نفر بودگی هستن ما گویم اگر که 4 نفر 5 نفر فرزند پسر بودن و 2 نفر بله 2 نفر دختر داشتن یک نفرشون گذاشتن از دخترو و 4 نفر دیگه از یعنی که از مردو همشون گذاشتن و یک نفر عمه شما مونده است. یک نفر عمه زیبای من خدا عمری دراز دهد به آن کس بسیار زیبا هستن مثل پدرم هستن آواز زیبا دارن